به نام خدا. سلام، جعفریانی هستم. امروز میخوام روش صحیح نصب قوطی سیستما بر روی دیوار رو براتون توضیح بدم. قبل از عملیات پرداخت بر روی دیوار، متناسب با استانداردهای موجود و ابعاد قوطی لازم هست محل قرار گرفتن قوطی بر روی دیوار رو خالی کنیم. ارتفاع قرار گرفتن قوطی‌های کلید از کف ساختمان بین 110 تا 120 سانتی متر می باشد. قوطی‌های پریز از کف ساختمان 30 تا 40 سانتی متر و در ماژول‌های سیستما چنانچه از ماژول‌های مربوط به کلید، دیمر فن و کراکس استفاده کنیم، ارتفاع نصب بین 110 تا 120 سانتی متر می باشد. نکات مهمی که هنگام نصب قوطی سیستما باید بهش توجه کنیم، یک، تراز بودن قوطی هست که این کار رو میتونیم با استفاده از تراز لیزری یا تراز دستی انجام بدیم که اینجا ما از تراز لیزری استفاده کردیم. دو، میزان بیرون زدگی لبه قوطی از سطح دیوار که این میزان بستگی به متریالی داره که روی دیوار قرار هست اجرا بشه. به طور مثال برای دیوار با پوشش گچ، لبه قوطی باید حدود 1 سانت از سطح دیوار فاصله داشته باشه که نهایتاً بعد از پرداخت کامل دیوار لبه قوطی هم سطح با سطح پرداخت شده دیوار قرار بگیره. نکته مهمی که برای نصب قوطی سیستمای M7 باید بهش توجه کنیم اینه که حتما قبل از فیکس کردن قوطی با گچ یا خاکگچ قطعه تقویت کننده رو مرکز قوطی قرار بدیم که مسائل ساختمانی باعث دفرم شدن قوطی نشه. پس از اتمام پرداخت دیوار و سیمکشی ساختمان، حالا نوبت به نصب شاسی سیستما بر روی قوطی میرسه. نکته مهمی که هنگام سیمکشی ساختمان باید بهش توجه کنیم اینه که مسیر سیم‌های فاز و نول از مسیر کابل‌های شبکه، کابل تلفن یا کابل آنتن تیوی، آنتن سد و دوربین مجزا باشه. برای این منظور میتونیم از لوله پلیکاب با رنگ‌های مختلف استفاده کنیم که در مسیر سیمکشی ساختمان بین کابل‌های مذکور و سیم فاز تلاقی به وجود نیاد. شاسی‌هایی که برای نصب بر روی قوطی سیستما در نظر گرفته شدن دو نوعن: شاسی معمولی و شاسی مسطح دیاموند که بسته به قابی که قرار هست روی دیوار نصب بشه، کاربرد این دوتا شاسی متفاوت هست. شاسی معمولی برای قاب‌های سیستمای رنگی، سیستمای متال و دیاموند رنگی استفاده میشه. شاسی مسطح برای قاب‌های دیاموند کریستال و قاب دایانا استفاده میشه که پیچ‌هایی برای نصب بر روی قوطی پشت این شاسی‌ها تعبیه شده که هنگام نصب باید اینها رو از محل خودشون خارج کنیم. بعد از عبور سیم‌ها از وسط شاسی رو روی قاب قرار میدیم و با استفاده از فازمتر پیچ‌ها رو تو محل خودش فیکس میکنیم. پس از نصب شاسی و محکم کردن پیچ‌های شاسی، مکانیزم‌های مورد نظر رو به سیم مربوطه وصل می‌کنیم و مکانیزم رو تو موقعیت خودش قرار میدیم. پس از نصب کامل مکانیزم ها بر روی شاسی، قاب مورد نظر رو در موقعیت صحیح قرار میدیم و بر روی شاسی نصب میکنیم.